انتظار اینو نداشتی نه؟ سلام دوستان، اسم من سردوست و خوش اومدید در اولین ویدیو کانال یوتیوب من. سام یکی از دوستام قراره یه هفته دیگه مهاجرت کنه و قراره امروز بیاد که آخرین تتوشو بزنه. قراره سوال سامو با شما به اشتراک بذارم به عنوان آخرین تتویی که قراره رو پوستش تو ایران داشته باشه رو و سوال خودم به عنوان یه تتو آرتیست که قراره آخرین تتویی یکی از دوستامو که قراره از ایران بره رو واسش تتو کنم. ببینیم چی میشه. می‌ذارید ببرم قربونت برم همه خوب عالی بچه برم بودم شو اینجا رو نگاه دکتر سوسیس عکس گروه فرستاده هاشو هم ببینیش چیزی بالا افتاد مشتری نبود این همون سام رفیقمه که گفتم هفته دیگه میخواد بره آخرین تتوشو بزنه. ببین چه دلغکی نرفتی همون دیگه نرفتم بشه حالا که بازم دارم میگم خوششانس بودم اونم بخشید گفتم همون قدی که خدمت داشتی برو خدمت کن همون یه ماه و نیم واقعا یه سناریو عجیب چیدم قبلش رفتم واسه صحبت کردم با قاضی. اولا که سرباز همونجایی که بودم همه قاضی ها میشناختن دمشون میگم خدایی قاضی خیلی خفن و آدم حسابی اونجا بودن اگه نبودن که همچه اتفاقی چون باید سر نظام بود دیگه میدونی یعنی یه چیزی بود که امیر یه جا رو یارو محاکمه میکنه میدونی واقعا گردن کلفته آره آدم حسابی بودن خب دیگه مثلا چیکار میخواد با من بکنه میدونی مثلا با خودش اینجوری که من با تو چیکار کنم واقعا خود دیوونه نیستی یه ماه و نیم خدمت داشته میشه فرق کردی واقعا دیوونه شم رد میدادم واقعا مثلا آخر من از اوله یا حسین اینجا میزن ببینم تو اینو نگاه نه باید اینجوری خدا ما یه حرف بیزاریم این و همین صندلی داره میره پایین بازی ما رفتیم انباردارمون نکرد عروض تشویاره صندلی اومدیم به کار تازه گنگ هم کنیم تجوه دارک اومدیم بزنیم من میگم صداش هم باشه یارو نشسته ویدیو روشه بعد دارم میگه وقتی دارم با دوستم تو عراق بازی میکنم بعد صدا میاد توفنگ فلان دارن کالاف میزنم بعد دوربین من یه صدا فیفا میزنم من چند ساله درگیر چند ساله داری تحقیق میکنی که بخوای بری میخوام کمکی بگیرم واسه خودم فقط یه روز از اول تو خود برلین بودی یعنی نشده جای دیگر رو چرا خب گفتم مثلا همه ما بالاخره اونایی که میخوام مهاجرت کنن یه دور واسه آمریکا تلاش میکنن یه اصلا شکی توش نیست هدف گذاشتم من سال دیگه فلان تایم باید به اونجایی که میخوام رسیده باشم زندگیمه پیشرفتی کرده باشه باید ایران نباشم اون لیمیتی که از خودم گذاشتم شهریور بهش نرسیدم شهریور الان 6 ماه ازش گذشته 6 ماه بعدش رفتم من گفتم شهریور آنم 6 ماه ازش گذشت ولی خب خدا رو شکر هنوزم نیستیم یعنی جنگ شد ما نتونستیم بریم خب دیگه گرفتم دیگه همه چی رو گرفتم جمع کنم دیپلممو بگیرم مدرسه نمیدونم برم این بر اون بر ببینم مدارک چی لازمه تمکن مالی چقدر میخواد همه اینا مهم بود بیشتر صحنه رو مهدی جان خوش صحنه خیلی دارم بهمون کمک می‌کنه غم دادش غم نخوام کجاست به من پیشنهاد می‌کنی برم یعنی من خودم واسه کار خودم اوکی بود ولی من گفتم برم دیگه بهترینش مثلا تو واقعا از اون بهترین کاری که میتونی بکنی
کجا بهتره تورنتو؟ راحت الان میتونی بری کانادا ویزا بگیری، هم واقعا یه جای پرجمعیتیه که خیلی هم جوون زیاد داره، هم پول توش خیلی زیاده، هم الان به ایرانی جماعت خیلی راحت همه چی میده. من آرایشگرم یه ماه باشه رفته کانادا ویزا کار، الان داره توی سالن کار میکنه. از روزی که رسید دیدم 3 روز بعدش داره استوری میذاره، داره مو میزنه آدم رو، هر روزم دارم استوریش میبینم. یه ماه رفت 6 ماه کاراشو جمع کرد، ویزاش هم اومد رفت، جمع کرد رفت. خب ببین تو الان درس تو خوندی، البته با کار خودت. من راجع به تحصیل مثلا چه درسی میتونم برام بخونم؟ الان توصیه تو اینه که من تحصیلی دارم می‌کنم. مثلا مهدی که آرایشگر من تحصیلات آرایشگری داشت. من فکر می‌کنم بیشتر فنی حرفه‌ای واسه آرایشگری نداشت. همون مدرکی که میده. فنی حرفه‌ای. اون برای تحصیل که اصلا مدرکی هم نیست. تو پورتفولیو میخواد. تو همچون داشت داری چند سال داری کار می‌کنی، چند تا آدمو تتو کردی. چه رزومه نیست. من که دانشگاه قبول شدم واسه شون ترک دارم. منم از اون پورتفولیو می‌خواستم جدا از امتحان 3 تا ترک واسه شون ساختم فرستادم. به نظرم بهترین آپشن الان کاناداست چون خیلی راحت میده، مخصوصا با آدمی که به دردشون بخوره. اروپا هم اینجوریه. من دارم میگم یه سال و نیمه دارم میدونم. من دارم واقعا مثلا 3 سال 4 سال تجربه‌مو ریختم پاش. می‌دونی؟ درس خوندم براش. می‌دونی من خب با خوندن این که نمی‌تونم چیزی بسازم. من بلد بودم، دارم میرم الان مدرک چیزی رو بگیرم که بلدم. یعنی اونا هم اینجوری قبول میکنن که تازه بخواد تتو رو شروع کنه که نمیتونه بره الان بشینه یه جایی که تتو آرتیست میخواد. تو کارتونه، تو کارتونه اصلا. تو الان باید ویزا کار بگیری بگی آقا من کارم این بوده، این همه سال میخوام پاشم بیام سر کاری که میکردم با یه کوالیتی بالا اونجا واسهتون کار کنم. حتما الان باید بگردی فقط صحبت کنی با این ور اون ور، بخونه تو رزومه بفرستی واسه شاپا. حالا اصلا می‌خواستم کاری برم. خب مثلا من یه مدرک ساوند انجینیرینگ دارم، شوهرم که اونجا کار پلنینگ میکنه بهم دعوتنامه میده به عنوان کسی که مهندس صدای کمپانی اون میشه. اونجوری بعد ویزا میشد کار. میتونستم این کار کنم ولی نه مدرکی داشتم، خیلی هم هزینه بیشتر میشد. 50,000 یورو مثلا من میدادم واسه کار میرفتم. اوه 50,000 تا نه 20 تا 30,000 یورو میدونم. آلمان میدونم اینجوری داره، ولی کانادا الان مهدی رفته راحت، اونم کارش هنریه دیگه، آرایشگر. هر روز استوری میذاره، یه ماه پاش رسیده، هفته دوم اول میدیدم داره مو میزن دیگه. رفت یه راست رفت اون شاپی که بهش دعوتنامه داده بود، رفت سرینا یه استانبول رفت انگشت نگاری. میگم 6 ماه کارش بکرد. من دیدم چویسی ندارم، کاری نمیتونم بکنم، دیپلم دارم، کار عجیبی هم تا الان اینجا نکردم که بگم واه همه الان میخوانم بفرستم واسه همه بگن جون تو بیا پیش ما، تو بیا اینجا. تحصیلی میرم میشینم تنها هستم، کاری ندارم، میشینم پا درسم. لابلا کاری هم که دوست دارم خدا رو شکر، این چیزی که دقیقاً تو فیلدیه که عاشقشم. خیلی فرق داره دیگه. درصد بریم شما دیگه در جریان سیگار نمیذارین؟ در شما سامی مهدی کاری نداری با بچه‌ها؟ آقا من به این مشکلی خوردم. من داشتم این فیلم رو ادیت میزدم، بعد اینجاشو متوجه شدم که مثل فیلم های اصغر فرهادی تش بازه، یعنی یه خب بعد از تموم شدن یه بحثی نتیجه کارمو میگیریم. یه سکانس رو من یادم رفت بگیرم اون وسط، شما دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. اینجای ویدیو میخوام بگم که بریم که نتیجه کارو داشته باشیم. پس بریم که نتیجه کارو داشته باشیم.